همین سر رمضان است. انسان همین صبر از یک حالت گذرا به یک اخلاق مستقر برای انسان تبدیل میده. پیامبر صلی الله علیه و آله یک علاقه به واسطه بین روزه و صبر رو برای ما بیان کرده، گفتن که الصیام جنة. جنة به معنای وقایت یعنی پیشگیری و به معنای ستر و پوشاندن است. ستر و پوشاندن است. اینجا میبینیم که این چیز به دست نمی آید مگر به صبر متکرر با تکرار. و در حدیث سلمان فارسی پیامبر صلی الله علیه و آله این ماه رو ماه صبر می‌نامد. یعنی که این صبر یک شعار نیست که انسان شعار پرتابی کنه من صابر هستم، من صبور، من شکیبایی، من این آن، بلکه صبر یک اخلاقی است که انسان باید که در حیات خودش در همه جنبه‌هاش رعایت کند. صبر در گشنگی، صبر در تشنگی، صبر در بد اخلاقی یک کسی نسبت تو، صبر از بدزبانی، صبر از دشنام، صبر از غیبت، صبر از فلان، صبر از فلان. ابن رجب حنبلی رحمت الله تعالی علیه میگه که روزه هر سه نمود صبر رو در بر میگیرد. صبر در طاعت، صبر از گناه نکردن، صبر در تقدیر الهی و اون چیزی که برای انسان دردآور است. مگر یکمش این است که انسان وقتی روزه می‌دارد اطاعت خدا رو میکنه که این صبر در طاعت است. دیگه‌ش انسان در روزه خودش رو از کارهای حرام نگه می‌دارد، از چشمش، دستش، گوشش، زبانش از حرام نگه می‌دارد. سومش این صبر به تقدیر الهی و همون چیزایی که انسان رو براش وزنی میارد یا وزنی هست، این گشنگی و تشنگی رو در بر میگیرد. بنابراین مشکلی در اینجا است که بعضی صبر رو در روزه فقط از گشنگی و تشنگی میبینند، لیکن صبر اینجا اخلاقی است. در غضب صبر نمیکنند، از طعام صبر میکنند، از غضب صبر نمیکنند، از نوشابه صبر میکنند لیکن از غیبت صبر کردن نمیتونند، از جماع صبر میکنند لیکن از دیگر سخنهای شهوانی که چشم چرانی مثلا صبر کردن نمیتونند. بنابراین انسانی که به این شکل فکر میکند مقصد اساسی روزه رو ضایع میکند. مقصد اساسی چیکتم تربیه باطن بود. برای پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که تو رو یک از اذیت کرد، تو رو دشنام داد، تو رو آزار داد، در جوابش میگه که من صائم هستم، من روزه‌دار هستم. گفتم که من روزه‌دار هستم، این از همه پیش برای خود انسان یادآوری است که من روزه‌دار هستم، نباید که زبان ما آلونم، چه خیلی که این زبانش آلوند من دشنام داد، من نباید آزار دیم، من نباید غیبت کنم، من نباید فلان کنم. وقتی که همین نمود صبر در دل بنده ریشه دوام، این همون صبری هست که تمدن میسازد. این همون صبری است که جامعه رو میسازد. این همون صبری است که هماهنگی در جامعه ایجاد میکند. انسان دیگر از مشقت‌های و وزنی‌هایی که در حیاتش پیش میاد دیگر صبر کردنش آسان است. خلاصه اینجا روزه از فقط یک عبادت صرفاً بیرون میبرد و یک وظیفه تمدنی خود را ادا کرده انسان رو برای ما میسازد که و انسان در اولین مشکلی، در اولین پیشوا خوردن خود را از دست نمیدود و فرو نمیپوشد، بلکه صبر میکند تا اینکه مشکل ها را پی هم مشکل ها را پس سر کند تا اینکه به همون قله‌ای که میخواهد برسد.